ساکن دهه ارال جماعت دهات به نام میرعلی محمد علیف ناحیه ووزه معلم فن تاریخ و حقوق سفرگل سنگک و طبیعت و زیبایی را دوست می‌دارد. مناسبتی او به زمین جدی میباشد. با استفاده عاقلانه و ثمرناک قطعه زمین نزد هفتگی منزل استقامتیش از این ثروت طبیعی عائله خود را تمام سال با محصولات‌های از جهت اکولوژی تازه تامین می‌گرداند. کارتوشکا حاصل دوم این زمین میباشد. بعد جویاکوی کارتوشکا پرورده پامیدور شنیده شده است. بعد جانوری کارتوشکا با پرورش پامیدور شروع می نماید. از چنین مناسبت با زمین همسایه ها از او عبرت گرفتند. استفاده برای زمین اما از تیرامو موسم تیراموی سه بار جفت کرده میمونیم. جفت اول تیراموی که شود زمین ها حاصلش زیادتر میشه. ایام سبب بعد او بهاری کشیده ماه فوریه با یک جفتش میکنیم و بعد پارو داروهای مینرالی پاسپورت شپیده میمونیم. بعد یه جیاکوشا کشیده می پامیدور رو خود منتخبش میگیریم در اول. بعد برای نهال خود پرورده ای خود مونه در اول میشینونیم با بعدی نشه با چخله که دیدین در درون کارتوشکاها موسم بعدی برای موسم قاق شدن ایسنشان با موسم دوباره حاصل دادن ایسش میشینونیم برای بکار ماندن زمین. در پشتوی پامیدور ما بیشترگی جوری مکه و لوبیوگی هم میشینونیم که تا اینکه دست حاصل گرفته بتونیم. از زمین ما بکار نمیمونیم. در موسم زمستان هم تا کلیونکا ده با میشینونیم برای مثال میگیریم سالاد اکراب و گشنیچ و پیاز برای چسناک و برای خوردن بالای غذای زمستان هم از مغازه خریداری نمیکنیم. بازار عموما کارتوشکا خیلی تو موسم ماه اکتبر میرسونم. قطعه زمین نزد هفتگی سفرگل یگان وجب جای خالیگی ندارد. محصولات‌های گوناگون در عرفه جمع‌آوری میباشند. در این حوله باغکاری هم میکنند. درختان گوناگون میوه دهنده پرورش نمودند که از محصولات سال گذشته شربت و نوشابه ها 2 ساله ذخیره کردند. در جماعت دهات به نام میرعلی محمد علیف و مثل سفرگل عائله خیرالله فایزفو در دهه تاسخاله از استفاده ثمرناک زمین نزد هفتگی هم سال درآمد خوب به دست میآورند. موفقیت عائله در آن است که در زمین سرجمانه مهنت میکنند. کارکرد کردنشو 2 مرتبه پوبل میکنیم. غذا میتیم. زمین تیار کشید جویک کشیده زراعت میکوریم. فرض کردیم از زراعت حاصل خوب میگیریم. از زمین ما 2 حاصل میگیریم برای سال. خیلی 3 حاصل سیم با سال آینده میمونه که 2 حاصل پرای زمینا میگیریم. اینم میشه فرض کردیم پامیدور شنوندگیم حاضر پشت تخت پامیدور دا بعد کارکرد گذروندن هر دورتر جگاری میشنونیم. با جگاری حاصل میتونیم. خلاص در یک سال 3 حاصل گرفتن ممکنه. همین کارتوشکا و پیاز و فرض کردیم دانگیار و پامیدور و خلنفور و همین زراعتایی که هست ما ای بازار نمیخریم. ای خودجگی خمون استفاده میبریم. باز زیاد چه ممکن که با بازار برده چی میکنیم. قطعه‌های زمین‌های نزد هفتگی در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه ووزه هم ثمرناک استفاده برده می‌شوند. در مکتب اینترنت رقم 2 دهه ارال قسم محصولات‌های غذایی برای آشخانه از حاصل زمین‌های خواجگی یا رسان مکتب برآمده شدند. طبق معلومات رهبریت این مؤسسه برای غنی گردانیدن دسترخوان تربیت گیرندگان هر یک وجب زمین‌های کارم را ثمرناک استفاده می‌نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه ووزه برای برنامه اطلاعاتی نوید.